جلنده یجا نکنید پرتو گفتم پرتو حوزه کنه گفت که این قول بده ما که دیگه از قول نمیدم خدا بیخبر میفهمی یعنی خبر داری یعنی که کرونا آمده کرونا چی؟ کلونا؟ در کدام سینما آمده؟ کدام کلونا کلونا. میگه پیر شدی و میر نشدی آفرین. ما کلونا نمیگم ما کرونا میگم کرونا وقتی که چپیتت با دلت از کلونا بات میکنه فهمیدی نفهمیدی کلونا از اون چیز دیگه ما ترا دوست دارم به خاطر از این میگم که یک مرض بسیار خطرناک کشنده به نام کرونا این سبیل ماندن نو پیدا شده این میفهمی که اول در کشور چین دیده شده رفته در چند کشور دیگه باز گفتن در ایران آمده باز یک آوازگه شد که در افغانستان آمده و در ایران آمده میفهمی یا نه که باید از چند چیز خود حفاظت کنی اول دست دادن با کسی باید دست نتی روبوسی نکنی و دوم دیگه میفهمی که نمی گوشت مرغ یا تخم مرغ خوب باید پخته کنی بخوری در غیر بسیار خطرناک است برای ضرر داره قربان سرم شما ماما جان و دوم تماس با حیواناتی گپا و دیگه از فامیلتان از کسی دیگه خدای ناخواسته کسی ریزش داره سرفه داره حداقل وقت ریزش سرفه میکنه دماغ خود باید بپیچونه که با کسی دیگه سرایت نکنه بسیار خطرناک مرض بوده ولی جلندر نیشکت خوب شد که برای گفتی تو از کجا یاد گرفتی دانت بسته کو دانت گفتم که در وقت سلفه دانت بسته کو تیج گپا نمیفهمی نه خب مرض ساریز گفتم دانت که سلفه میکنی دانت به مرگت بسته کو حالا یک ماست بگی نه ما کشید این از این نداری نه ادرس کجا باش صبر کو چند تا خریدی اینه یک ماسک برای من یک ماسک برای ماما رستم